عجب شخص نکوکار و خداداد، رسیده عمر تو نزدیک 70. با سینا وارثی ارزنده هستی، اجل از دست تو آید به فریاد. میان خلق باشی تو همیشه، طبیبی رو به خود بنموده پیشه. بگوید هر کسی همدرد خود را طبابت میکند از بیخ و ریشه. طبیب حافظ و شخص سخندان، مدام اندر زبانش تاجیکستان. همه داند فرول از زمچ او را، ولیکن بلزم او راحت جان. زی تاجیک بودنش در افتخار است، وجود او پر از ناموس و عار است. خوش آمدم میمونه گرفته آبرو از مهنتی پاک، برفته شهرتش تا بام افلاک. با سن صدرسی ملا ظهور جان، تو فخر تاجیک و هم تاجیکستان. با مولودت یوسف ما بگوید، عزیز و تاج سر تو بحر مایان. سلامت باشید. سلام علیکم دوستان عزیز، همدیران محترم. ما امروز هر سال ماه اپریل با من عرض می‌کنم از اتفاق نویسنده‌های بین‌المللی و طبیبان در دنیا یکم مراتب ما همدیگر یک تشکیلات ساختیم. ولی واز بگونه آقا بگونه همون چیز کردیم. من همین دو شخصیتی که در نزد من ایستادگی، هم شاگرد هم فرزند، من اینا راه کاری بودیم. محمود کبیری قریب اکثر شما از تلویزیون می‌بینید، بختیار شوخ می‌بینید. انا برای خاطری همین سلام و درود باشندگان یک بهشتی که در روی زمین هست. چون ما می آمدیم همراهان ما از راه از بعضی چیزهایی که دیدند و یکی وارد شدیم به یک جایی که اینجا گل و گلزار رقص سرود و خرسندی هست. باور کنیم روحیه دیگر گرفتن، یعنی این به همان تاریکی های مشکل گذاشتن و در یک جایی که آباد کردن استاد این رو که عموما باور کنید عقل بسیاری ها نمیگیرند که چی خیلی همونجا جای بسیار براحت، جایی که انسان تبابت میشود، چی از هوا، چی از نکر، چی از دیدن، چی از آدمانش. و وقتی که من با بعضی رفیقان خود از خارجه صحبت میکنم، همین استاد رو وقتی آشنا میکنم، وقتی که به ایجادیات و آن که در کتابی رکوردهای گینیس هستند و اون چیزایی که توانسته هیچ عقلشان باورشان نمیگیرن، چون که در استاد ظهور یافته است آن ارثیت نیابان ما که نه هر کسی رو میتواند و عقل انسان هم این رو به علم قلب فهمیدن میشه، به علم قلب. برای همین استاد بسیار شخصیتی عجیب هستند. افسوس که ما برای تلاش های زندگی بسیار وقتی خودمان صرف میکنیم. اگر بعضی مسئله های همین اقتصادی و بعضی چیزایی که اگر حل میشدن، من دامنش سر نمیدادم و حال هم سر نمیتیم. ولی میاد این روز میبینه دامنش سر نمیتیم، چون که رفتارش، گفتارش، شیست و خیزش، گپش، سخنش، همه کارهایی که میکند همش برای انسان معرفت هست. من افتخار دارم با چنین استاد، با چنین چشمات جونم